سلام دوستان گرامی، زبان آموزان، هموطنان. سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند، همه شما رو به افیر نوبتی زبان انگلیسی برای نویادگیران درس 4 خوش آمدید میگیم. لولا حلیمزاده السلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین لولا حلیمزاده. ملک یلماز السلام علیکم. علیکم سلام، خوش آمدین ملک یلماز. شما همون دخترک غریب ملک هستین یا که باز شما دیگر نفرین؟ همو خوب، خوش آمدین ملک یلماز. درس ترکی در نبودم. درس ترکی کی بود؟ امروز دوشنبه. ترکی روز جمعه بود. روز جمعه. هیچگر ندارد. نمیتونم که از ویدیو تم از بگیم نوره که ثبت میشود تماشا کنید یا اینکه باز در درس آینده منتظرتونیم. دلنوزه صبرینه 4 لایک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوزی عزیز نغزش سوزی نغزی سلامتی زوله. و علیکم سلام، شکل خدا خوبیم تنجین. شما نغزین سوزی نپا. خب خوش آمدین بار دیگر. امروز آدم کم حاضر میشه انشالله.
Osta xabardor ishlaysan-da. Oilaviy dar olmon panjum like. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'z aziz, so'zi nafzi salomat so'zi. Tashakkur ziyod bor oilaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Apay oilaviy dar olmon. Xush omadin. Dasturxon yomon hammajoy. Tashakkur. Oilaviy dar olmon xush boshid در جون ادمین. خب سیمپلمن سلام علیکم استاد و محمد و علیکم السلام. سیمپلمن خوش آمدین. تشکر زیاد برای آمدن و برای دستگیریتون. خب ملک یلماز سلام اپای زیبا. سیمپلمن ششم لایک تشکر. بسیر 91 هفتم لایک تشکر. اویلاوی در آلمان دسترخوان زیبا خوش آمدی. خواهرجان خانم شکلاتم سازین سلامتی سازد خوش آمدی با یک بار دیگر. بسیر 91 سلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدین اوچه بسیر. لذت السلام علیکم. دو تقسیم 7 لایک نفهمیدم میره یا دیم آدم این هفتم لایک یا که هفتم آدم این دیم لایک چخیلی خیلی به هر حال خوش آمده نفعی که لذت. خب بس این آنجا میگم با کلی دوستان سلام. سیمپلمن علیکم سلام. تیچه یک میکروفون خریدم تلی من جویش ندارد. چخیل میمونده باشد. چخیل جویش نداره. همه تلفن ها دارن که جوی مثلا جوی نوشنیک همونجا میزنین چیه میکروفون ها. لیکن بعضی میکروفون ها همون سراشان فرق میکنه. یعنی بعضی میکروفون ها مثلا برای کامپیوترن برای دیگه چیزان مثلا همون چی میگن با یک سرک دیگه یک پیوند دیگه میگیرن در اون میزنین بعد تلفن میزنین شد. یعنی ما هم قدر معلوماتی پرن ندارم اما وقتی یک میکروفون خریدم در یک دینامیکی کلان نمیشد. بعدا یک دری پیونده میگم در اون میزنی بعد رو در اون میزنی در دینامیک میزنی بعد طول میگیرد. خوش باشید. همین خیلی نداره. باز همین جای چی نداره تلفنتون جای نوشنی که کو جای نوشنی میزنی گوش میکنین کو. значит این کلام فهمو بالا همه خیلی بعضی هاش طوری نمیگیرم باید که یک تری روسی نمشه فراموش کنم چی میگن امورا. یعنی یک پیوند دیگه میگیرید دی میزنید. خوشبختی مو سلام و علیکم سلام. خوشبختی مو خوش آمدین. همیشه خوشبخت باشین. خب اپای فیو اومده باشم. اپای فیو همینجا باشن درس سر کنیم. نه لایک شده 5 نفر. خب آغاز کنیم. خب
خب دوستان گرامی درس چهارم است از سلسله درس های زبان انگلیسی برای نویادگیران یا به شکل دیگر انگلیسی در 99 روز. یعنی شما کسی که در اینجا یکم بار است یا که ویدیو را بعدا یکم بار تماشا میکند، در 99 روز باید شما به زبان انگلیسی گپ زنید. این کورس هدفش همین است. در 99 روز باید حتما گپ زنید. کسی گپ نزد، کسی که در 100 روز آمده گفت که من گپ نزدم حالیم، پس معنیش ایه که ما را دستگیری نکرد، ما را کمک نکرد. یعنی کمک شما دستگیری شما چیه؟ اشتراک کردن، وظیفه خانگیری اجرا کردن. تمام این امکان. اگر همین دو کار کردین، در 99 روز به زبان انگلیسی گپ میزنید. پنج نفر گفتیم با چشمش رسید چی؟ 2 نفر چی؟ خب کمتر دیگه بستیم. خب به هر حال کسانی که زبان می آموزند در فکر زبان هستند، افیر یوتیوب شده نشده است. نه راستی افیر یوتیوب تو حالی که شده نشده است. تا دین روز در کانال 1000 نشان میده، نه که در تورسکی استودیو 997 نشان میده، 996 998 شد. بعد حاضر هم در تورسکی استودیو 1000 نشان میده، هم در میگن کانال جوی اساسیش. میشد نصیب تو 3 روزه. همین 1000 میشود. چند قبل بعدا میبره اپایی که اوچه بسیر 1000 وقتی میشه صاحب شست و چند قدر شده میشود. Jonik Shoaib, hi to everybody. Hello Jonik Shoaib and welcome. خب بس اوچه که لولا حلیم زوده چیزی نوشتن که کل کردین. خب بسیر 91 ای انگه خروکا شروع کرده چی؟ همونتر ایده خروکا نیو نگولا. نگولا میگن زکوسکا میگن چی میگنش؟ سالتا. خب simple mean hi جمال خان, how are you? 3 روز 5 روز. فهمو 3 روز 5 روز نشیده است، شاید 2 روز یا 3 روز شده. Jonik Shoaib, thanks. بیاین منطخری انا طلبه ها دانشجو هم مکسه اوچه بسیر منطخری دعوت کردسته. اشتیای تام شموده. خب دوستان گرامی درس آغاز میکنیم. خب بعدا شاید که نو آموزا بعدا وقت بیان تماشا کنن، شاید الحال وقت ندارن. مثلا خب دیگر 8 نفر شد، بسیاری آمدن. موضوع این درس اگر وقت جا بته درباره greeting and
parting گرفتنی هستیم و verb to be. اگر وقت نداد، وقت پیدا نکردیم، پس درباره greeting و parting میگیریم. verb to be را در درس آینده میگیریم. البته برای نوآموزان است این درس. دنیا وال سلام علیکم دوستان و استاد عزیز. و علیکم السلام دنیا وال، خوش آمده. تشکر برای آمدنتان. بسیر 91 واخی من تو خرکای چکو کنیم بهترین باز میون نصیب مرج. خوب خوش آمدین. علیکم سلام دنیا وال. خب گفتم ها درباره greeting و parting خواهیم گرفت امروز. خب همین greeting با زبان تاجیکی سلام علیک می شود، یعنی سلام دادن، احوال پرسی کردن، همین را greeting میگن. greeting. خب اما در بعض کتاب ها، علل خصوص در کتاب interchange saying hello آمدگی است. saying گفتن می شود. hello سلام، یعنی سلام گفتن. خب ترجمه را اگر نگاه کنیم، greeting هم سلام گفتن می شود، saying hello نیز سلام گفتن می شود. خب and و می شود. خب parting خیر و خوش هم میگن. خیر و خوش، پدرود گفتن. در بین قوس در بعض کتاب ها saying goodbye آمده است. saying goodbye یعنی علل خصوص باز هم در کتاب interchange این تکرار شده است، یعنی آمدگی هست. در اون کتاب saying goodbye آمده است. saying goodbye. اما در بعض کتاب هایی که ترجمه به تاجیکی دارن یا که کتاب های مکتبی، بگم که مرحله مکتبی هستن، و یا بعض کتاب هایی هست برای نویادگیران تهیه شده است، در اونجا parting آمده است. خب برای چی این هر دو را آوردم؟ به خاطر که شما را اگر مثال گپ، البته برای نوآموزا، من فقط خطابم برای نوآموزا است. اگر من برای شما greeting پیشنهاد کنم، به اون greeting سلام گفتن می شود. شاید که شما بعدا یک کتاب را پیدا کنید که saying hello آمده است و در اونجا هم مرد درباره سلام گفتن است. بگن که ما شاید غلط از یاد کردیم یا که چرا ما را saying hello نگو. بنابراین هر دوش میارم که اینش هم که وا خوردین saying hello می شود، سلام گفتن می شود. اینش هم که وا خوردین سلام گفتن می شود. و parting نیز همچنین. اصلا part خودش قسم می شود. part قسم. parting خیر خوش میگن، پدرود گفتن میگن. خب اینجا نگاه کنیم. part قسم می شود، پاره می شود، اگر در اکران دیار باشد پاره می شود، بخش می شود، جزء می شود، از هم جدا کردن. الکی به معنای فعل شد. part از هم جدا کردن به معنای فعل اومده است. خب از هم جدا شدن یعنی از هم جدا کردن، یک کس از هم جدا میکنی، part to part به معنای فعل، و از هم جدا شدن یعنی من جدا شدم، از هم جدا شدیم، یعنی این هم به معنای part to part جدا شدن. اما parting اومد اگر به معنای پدرود، خیر، خداحافظی کردن. خب parting جدا شوی، خیر و خوش، خداحافظی، جدا سازی. این بدن معناهای کلمه parting. اما در عموم کلمه parting خداحافظی کردن، خیر و خوش کردن. و saying goodbye پدرود گفتن می شود. خب سلام، درس ترکی کدام روز؟ چلاوک بسیرس درس ترکی روزی سه شنبه، روزی جمعه، ساعت 7 و ساعت 8. چطور مفید 11 لایک. السلام علیکم سازین خوبین، تنجین درستین، بردمین، بقوتین، همه کسی اصلاح شهال دارین، خسته نباشید، سلامت باشین. شکر خدا خوبین تنجین و علیکم السلام. تشکر برای لایکتون. مهری مادر خوش آمدید. اکه مفید مهری مادر شما نیز خوش آمدین. در بالا سلام دادیم، من ندیدم، بخشش. السلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدین. خب
انشالله که فهم شده. یعنی سلام گفتن و خیر خوش کردن. کسانی که نوآموز هستند در این درس وظیفه خانگی همینها را هر دویش را از یاد کردن. یعنی نگاه کنیم در طرف دست چپ فقط سلام گفتن است، در طرف دست راست خیر خوش کردن است. یعنی از این طرف شاید کامera برعکس نشون میده که برعکس نشون داد، به خاطر که بعضی وقت وبکم برعکس نشون میده. مثلا این دست راست این است، دست چپ این است. خب اگر برعکس نشون داد همین هلو، طرف هلو سلام گفتن، طرف گودبای خیر خوش کردن. خوش باشین، سلامت باشین. خب اکنون نگاه کنیم وقتی که شما با یک نفر وام میخورین، به یک نفر وقتی که وام میخورین از همین کلمه هایی که در اینجا آورده است hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night، از همین کلمه ها، از همین عباره ها شما میتونین استفاده کنین. مثلا در زبان تاجیکی ما وقتی که وام میخوریم میگیم سلام، السلام علیکم، یا وقتی وام میخوریم دیگه سلام نمیتونیم میگیم یه بچه چه خیلی سازی، یعنی چه خیلی سازی. خب یا زبان روسی را بگیریم здравствуйте, привет, добрый день, добрый вечер, خب доброе утро. یعنی از چند عباره، از چند طریق ما میتونیم که واخوری خودمون آغاز کنیم. در زبان انگلیسی نیز اینچنین، یعنی چند طریقه گفتن است. بنابراین اینها را با دقت نویسین. استاد دو نفری تقسیم کنین باشه خوب میشود. دو نفری چخیر دو نفری برای گفتن حوزی اول بار میخونیم شون و حتما او در اخیر تمرین هست، تمرین هست حتما. خب اول برای شما که احتیاج به این چیزا ندارین، مثلا برای نوآموزه بود بخونیم شون، برای که دوینده هم که ویدیو رو گوش کرد چه مقصد آسانش باشه. اکنون نگاه کنیم فرهاد میگه hello یا اینکه میگه hi. ملکه در جواب میگه hello یا اینکه hi، هر دوش درست. hello گفت میتونیم hi جواب بدیم، hi گفت میتونیم hello جواب بدیم، hello گفت میتونیم hello جواب بدیم، hi گفت میتونیم hi جواب بدیم. یعنی فرقی ندارد. فقط hi یک کمی بین رفیقا استفاده میشه، hi. اما hello یک کمی رسمی تر است، یعنی بین بزرگان، بین کلانسالان استفاده میشه. خب good morning، نفر good morning گفت ما با good morning جواب میدیم صبح بخیر. good afternoon گفت روز بخیر. خب در اینجا اگر ترجمه شد نگاه کنیم good afternoon سلامی بعد از ظهری میشود، در ما تاجیکی سلامی بعد از ظهری نیست، میگیم روز بخیر، روز بخیر. چون در زبان روسی است добрый день. خب good afternoon گفت ما هم good afternoon میگیم. یه نفر اومد پیش ما گفت good afternoon، ما نیز در جواب میدیم good afternoon یعنی روز بخیر. good evening شام بخیر، добрый вечер. good evening در جواب good evening جواب میدیم. خب good night یعنی سلام شب بخیر. این در دو حالت استفاده میشود. یعنی وقتی یک مثلا ساعت 11-12 شب با یک نفر وقتی میگیم good night یا اینکه وقتی خیر خوش استفاده میشود good night خیر خوش میکنیم، یا اینکه به معنای شب خوش استفاده میشه. یعنی یک نفر خواب رو برسه، یعنی 4-5 کس شتگی صحبت داریم و وقتی خواب میشه میگه من رفتم خواب رو، بعد یک نفر میگه good night یعنی شب خوش، خواب خوش. خب good night گفت با good night جواب میدیم how are you. خب این قدر تا اینجا همش سلام بود، یعنی روز بخیر، سلام رو شام بخیر، دیگه. اکنون وقتی که سلام دادیم بعد سلام چی میگیم؟ how are you چه حال داری؟ شما چه حال دارید؟ یعنی که شما چه خیر. جواب میدیم I am fine من خوب هستم،
thank you and you تشکر و شما چی and you و شما چی I'm good thanks یعنی من خوب هستم تشکر. خب اینها بودن همش سلام و احوال پرسی. خب سلام و احوال پرسی. اکنون میگذاریم در طرف خیر و خوش. چگونه که ما در هر یک آخر درس خیر و خوش میکنیم، اینها رو شما وقتی که از یاد کردین، وقتی اینها رو نوشتین گرفتین، میتونید که در هر یک درس استفاده کنین. مثلا در یک درس گفتین که گودبای، در دیگر درس بگین که have a nice day، در دیگر درس بگین have a nice night، در دیگر درس بگین see you tomorrow. هر یک درس گفتارتون رو علیش کنین. خب اکنون ترجمه شون کنیم. گودبای یعنی خیر، بای بای نیز یعنی خیر. یا خیلی در هر ملت هر خیلی استفاده میشه. مثلا در اینجا گودبای اومده است اما کلمه خدا نیست، نه که در زبان فارسی خدا حافظ میگن. خدا حافظ، خدا نگهدار. در زبان تاجیکی هم هست، یعنی خدا حافظ، خدا نگهدار. اما بای بای یک کمی بین رفیقا استفاده میشه. بای رو میتونیم خیر ترجمه کنیم. have a nice day میشه روز خوب داشته باشین. have a nice day روز خوب داشته باشین. یا که با شما روز خوب تمنا دارم. have a good day. یک نفر گفت که have a nice day یعنی روز خوب داشته باشین. میتونیم جواب بدیم که have a good day روز خوب داشته باشین. خب have a nice time وقتی خوش با شما تمنا دارم یا وقتی خوش داشته باشین، در جواب میگیم have a good time یعنی وقتی خوب داشته باشین. see you tomorrow یعنی تا فردا. خب در زبان تاجیکی این چیز هست، یعنی تا فردا، تا پگاه میگیم وقتی خیرش بینیم، تا پگاه، تا فردا. see you tomorrow. خب see you soon به نزدیکی میبینمت. خب این چیز تا کجا استفاده میشه در زبان تاجیکی؟ شاید که یک کم بهش استفاده شده میگه به نزدیکی با میخریم، یعنی به نزدیکی میبینمت. see you next class مثلا در وقت آخر درس میتونیم همین چیزا استفاده کنیم. see you next class تا درس دیگر یا درس دیگر میبینیم. اما درس دیگر میبینیم در زبان تاجیکی تا درس دیگر میگم، تا درس آینده. خب در جواب see you next class میگیم. see you next class یعنی تا درس آینده. ملک یلماز اکه مصطفی حوزی خواهرچم زبانی انگلیسی را یاد گرفته از قفای شما повторяет. Огромное вам спасибо. Удачи вам. مدار تجه سلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدید مدار تجه من امروز افیروی نه و برای چون یک خاطره بگیم یک گوش کردم یک افیروی پیش رمضان است فکرم یا اول رمضان است. در اونجا شما اومدگین دستگیری کردگین در افیرمون اشتراک میکردین، خیلی مننتدار هستیم. تشکر از شما میگیم که اومدین و اشتراک میکردین. یکی از نفرانی هستن که در اولهای افیر کنیمون اشتراک میکردین، دستگیریمون میکردین. خب اکنون این دو بخش رو گرفتیم، یعنی سلام دادن، خیر خوش کردن. کسانی که نوآموز هستند این چیز یعنی وظیفه خانگی اساسیشونه. وقتی این چیز شما اذیت کردین دیگر از پیشتون یگان نفر برآمد یگان مشکل ندارین. یعنی در زبان انگلیسی دیگر از همین کلمه که اینجا آوردگی برای سلام دادن دیگر من کلمه نمیدونم. اگر شما بدونید نویسین. یعنی وقتی قط یک نفر رو میخریم یا هلو میگیم یا های میگیم یا گود مورنینگ میگیم یا گود افترنون میگیم یا گود ایونینگ میگیم یا گود نایت میگیم. خب یعنی شش طریق سلام دادنه. و در خیر خوش هم نیست. خب در خیر خوش شاید خیر خوش goodbye, bye bye, bye, have a nice day, have a good day, have a nice time, have a good time, see you tomorrow, see you soon, see you next class, see you next week, see you next month,
see you next year مثلا see you next conference. خب خیر خوش کمی شاید زیادتر پیدا شود. اکنون از روی این گفتگو نام کی را در اینجا نویسیم. خب فرهاد خب اول بپرسیم کی میخواد اشتراک کردن در تمرین، کی میخواد اشتراک کردن؟ 2 نفر در کار. یا اون کس وقت نداره چی؟ سیمپلمن که جوشیدین شما پیشنهاد کردین اینجا هستین. دنیا ورلد گفتن من. خب یه نفر دیگه در کار که خطی دنیا ورلد. خب سیمپلمن اومدن. افیر با فیلم چسبیده است نه؟ افیر چخیله؟ افیر با فیلم چسبیده است. افیر در شما چسبیده است؟ شوية وشي شوية شديد. أكيد مصطفى يا بردية بجن ما یا منتره برآمدم ای افیر چی بگم؟ نفهمیدم. ولی میچسبه سیمپلمن کم کنم. خب روزی ساز شد. روز چخیله؟ شبیه مردد شده محتوم شد شد. دوستان عزیز جمع در اکران صورت چی رفته است؟ 40 سوال. وقتی افیر نفهمیدیم صورت چی را انتخاب کردیم. مثلا خودی با سازه حوز اتلش نه چی گفتن که اینو میگن من گفتم که کی اشتراک میکنه در سوال جواب یعنی 2 نفر نمبر میکنیم نمینا رو میخونن. خب اینجا 2 نفر یکم گفته بود سیمپلمن و دنیا ورلد. شما فرهاد سیمپلمن. خب
اولا معذرت ملیکه میگیم، یعنی به معنای که یعنی دو نفریده. مثلا در جای ملیکه سیمپل من شما، در جای فرهاد دنیا ورد رفتیم. دنیا ورد در جای فرهاد سر کردن، سیمپل من شما جواب دین. دنیا ورد فرهاد است، سیمپل من کی ملیکه. اپایزی باشم سود کی نه آذرش که شما چکنین و یا گودک دارن اپای گودکاشون شوند آذرشه. سیمپل من وقت ما کمتر است، 8 دقیقه دیگه مونده به انگلیسی دیگری را. اگر امکان داشته باشین تسترک بریم. خب سیمپل من هلو جواب دادن. دنیا ورد مرحمت، یعنی هر کس نگاه کنه تستر بریم. دنیا ورد گود مورنینگ. Simple man. Simple man جواب دادن. دنیا ورد good afternoon. Simple man جواب دادن good afternoon. دنیا ورد مرحمت. دنیا ورد good evening. Simple man. خب دوام تین. سیمپل استاد با شما را به حد دیر رفته جواب. بله میفهمم. اینجا آوازم یعنی ایدیا کانال در اومدگیم با تلفن سنجیده سم آوازه خما دیر رفته سکه میگم قط کنیم افرا اشتراک بدرویم خمانه نمیکنه که وقت کم مونده. یعنی امیره بخونین یا بار باید افرا چی میکنیم میکشیم در افیر دیگری کامپیوتر برو استارت میکنیم و ایسر میدریم یکی سخود میشه انشالله. Simple man good night. Dunya well, how are you? Simple man I'm fine thank you and you?
I'm good, good, thanks. آخر در روستام شدیم کو. ای واجه علیش نکرده من. آواز به هم دیر مانسته. خب باید افیرم چسبیده استه. خب در همین جالا بگم اکتفا میکنیم همین قدر ده. این کلمه هایی که برای پدرود گفتنن خیر خوش کردنن خواهش میکنیم بنویسین تکرارشون کنین و کسانی که نوآموز هستن هر دوشه بنویسن هر دوشه از یاد کنن. افیره قطع میکنیم کامپیوتر ریستارت میکنیم بعد از 10 دقیقه باز افیره گیرون میکنیم از کتاب نیو گرامر تایم دوام میتیم میشوه ولی با فیلمی میشوه ما گفته که قریب بعد 3 مینوت میرسه. خب افیره قطع میکنیم چون که دیگر دیر میره و آوازو دیر میره. کامپیوتر ریستارت کنیم بعد از 7 دقیقه 8 و 5 انشالله که افیری نواتره سر میکنیم از کتاب نیو گرامر تایم. Okay, see you next class. Bye bye.